اگر در دنیا از گردن یک برادرش یک مشکلات هم میبردارد، نمیخواهد که این برادر در این مشکلات گرفتار شود، پیغمبر خدا گفتند فرج الله عنه بها کربتا من کرب یوم القیامه. پروردگار آن مشکلات هایی که در قیامت شما دارید، خداوند همه مشکلات های شما را در قیامت دور میکند. اگر تو در دنیا مشکلات هایی که بالای برادراتان میآید دور سازی، باید ما غمخوار باشیم، ما باید رحم با یکدیگر داشته باشیم. و ما سوره حجرات میخوانیم انما المؤمنون اخوتون، برادرها با یکدیگر دوست هستید، شما با یکدیگر برادر هستید. این مردمی که نابسته در کدام کوچه و در کدام شهر زندگی میکنید، ایمانی بر خدا داری، تو با یکدیگر برادر هستید. باید ما برادر یکدیگر باشیم، غمخوار یکدیگر باشیم.